الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، قسمی که شما در جریان هستین، لله الحمد، ما با همکاری الله متعال امروز در یکی از مکاتب شهر کابل به نام لیسه عالی قابلبای آمدیم. دیجا شاگردای بسیار مستمن و بی‌بضاعت هستند و فیلمش بر شما ما آماده ساخته بودیم که بعضی کسا کتابچه نداشتن و بعضی کسا بیک به خاطر انتقال دادن کتاب مکتب یا نداشتن. از این خاطر ما امروز آمدیم بیک و قرطاسیه برای شاگردای عزیز اینجا آوردیم که برشان توضیح کنیم. یگانه چیزی که وطن ما شما را از این بدبختی ها به طرف خوشبختی ها میبره امانا علم است. از این خاطر بنیاد خیری باران رحمت توجه بس مزید را در بخش معارف ایجاد کردن که انشالله ما کوشش نهایی خود میکنیم که در مکاتب رفته و دست شاگردای مستمند را گرفته و برایشان لوازم درسی را آماده بسازیم تا بتانیم که یک جامعه مرفه و پر از علم داشته باشیم و انشاءالله به طرف یک افغانستان نوین و پیشرفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر، 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله. یا الله، یا الله، یا الله، یا الله،
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دوستان عزیز، اینجا یک برادرک کوچک خود داریم. اسم چی است؟ اسمت الله. اسمت الله. متعلم صنف چند هستی؟ 4-1. در صنف چند نمره هستی؟ دوم نمره هستی؟ ماشاءالله. اسمت جان، چی ضرورت دارین شما در مکتب؟ من کتابچه ندارم، بیگ ندارم، اینی ضرورت دارم. یک سوال از پیش کنم، جواب داده میتونی؟ نام پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی بود؟ نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم عبدالمطلب. نام پدرش؟ نام پدرش عبدالله. آفرین. نام مادرش؟ نام مادرش حضرت بیبی آمنه. بیبی آمنه بود. آفرین، شاباس. خب شما چند مضمون دارین؟ ما 10 مضمون دارین. کدام مضمون زیاد دوست داری؟ ما پشتو. شاباس. در پشتو یک شعر بر ما خواندن میتونی؟ یک شعر کوتاه. در پشتو یک چیز بگو بر ما. چی بخوانم والی پر تو بگو ما بخوانم. پشتو شعر کدام شعر یاد داری؟ از کتاب پشتو یک چیز بگو. کتاب پشتو یاد ندارم، کتاب بخوانم میتونم. خب کدام شعر پشتو یاد نداری؟ یک متل بگو به پشتو. متل؟ جبه چه؟ جبه هم کلا ده؟ جبه هم کلا ده. هم بلا. خب اینال مثل زی یک متل بگو. امیره بخوانم برد. جمع هم بلا ده. هم بلا. خب دا اسمت جان دا اینده میخوای چی شوی بچیم؟ ما دکتر. دکتر چی میخوای شوی؟ دکتر ما شما که مریض باشه چی
به خاطر که پیسه زیاد داره یا میخوای که کمک کنی به هموطنان؟ کمک کنم بر تو چیزا. آفرین آفرین. خیلی دیگه وعده میتی که درس میخونی که دکتر شوی؟ یعنی دوستان عزیز، اسمت جان میخواد که بخیر دکتر شود و ما انشالله برش یک تحفه از طریق بنیاد خیری باران رحمت میتیم. درست است؟ خب اسمت جان، این ما بر تو از طریق بنیاد خیری باران رحمت یک تحفه میتیم. خب این 6 دانه کتابچه است، 2 دانه قلم است، قلم تراش است، خطکش است، رنگ است. صحیح است؟ خوشیدی؟ سوالای ما رو صحیح جواب ندادیم است. خب در آینده کوشش کن صحیح درس بخونی. میکنم مانی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله یا 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 دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را
اجابت میکنم آنی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله یا 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 الله. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم آنی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن،
غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله یا 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 دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه
فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به مادر دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر، 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. یا الله، 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 یا دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به مادر دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش. بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن. غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به مادر دل
افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. یا الله 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 دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش. بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن. غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان. بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت. تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 الله اکبر. لا اله الا الله
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. يا الله 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 يا دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من.
بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. يا الله 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 يا دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را،
بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. یا الله 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 یا دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، قسمی که شما جریان توزیع دیدین لله الحمد، ما قرطاسیه و بایک را که در نظر گرفته بودیم، تقریبا 150 دانه بایک در نظر گرفته بودیم، اما تقاضا بسیار زیاد از شاگردا واقعا که مستمند و بی‌بضاعت هستند. از خاطر توجه رهبری بنیاد خیری باران رحمت خواهان هستم در این راستا که ما بتانیم بیشترین شاگردا را از قشر معارف در نظر گرفته و اونا را
قرطاسیه و بیک مساعدت نماییم. این شاگردای عزیز که شما اینجا در تصویر مشاهده میکنین، این تمامشان شاگردای ممتاز هستند که ما 20 نفر جدا کردیم و الحمدلله این خواهرکا و این برادرکا کلشان که هستند در صنفای خود به درجه های اول دوم هستند و ما اینا را من حیث شاگردای ممتاز لیسه عالی قابلبای انتخاب کردیم که بر زینا یک تحفه ویژه داریم. انشالله او تحفه را برشان تقدیم میکنیم. جهان سپاس از مدیر صاحب محترم که ما را بسیار زیاد قدردانی کردن و این زمینه را مساعد ساختن که ما با اولاد وطن برسیم و بر لبخند بر روی لبان همون مستمندان کسانی که بی‌وضاحت بودن از طریق بنیاد خیری باران رحمت بیاریم. یک بار دیگر از استادا از مدیر صاحب تشکر میکنیم و انشالله که صحبت های مدیر صاحب در این راسته داشته باشیم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، په لومړی قدم کې د حاجي صاحب محترم او د بنیاد خیره باران رحمت د مشرتابه د رهبرۍ څخه یو دنیا مننه کوم چې د موږ د هغه شاګردانو چې هغه ډیر غریب وو او نن د دغه د قرطاسي په اساس او د دغه بکسوي په ارتباط باندې چې موږ د دې شاګردانو ته د محترم حاجي صاحب او د دې د ټیم لخوا نه ورکول سو، دوی ته یو خوشحالي وربخله او ډیر خوښ ول نن او د هر شاګرد چې وینم په دې رنګ کې ځان ته ښکلا وینم. نو زه په د کابل د لیسې په نمایندګۍ د دې رهبري نه یو نړۍ مننه کوم او پاینده کې هم د دوی بیا دغسې د کومکونو د همکاریو غوښتنه لرم چې تر څو د معرف د قشر چې ده د افغانستان ولس ډیر زیات مشکلات لري چې د دې سره بیا هم د همکاریو په هیله باندې او همیشه هم کامیاب لره. خدای همیشه راوله. خدای وکړي چې تاسو له موږ نه ازرده سوي نه یاستئ. خدای وکړي چې تاسو خدمت سوي او بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. پاینده کې بیا هم زه تاسو په خدمت کې یم. خدای هم کامیاب لره، سرلوړي اوسئ. مننه. خوشحاله اوسئ. سلامت اوسئ. خواهران و برادران گرانقدر، لله الحمد به توفیق پروردگار و کمک و مساعدت شما عزیزان ما امروز تانستیم که به بیشتر از 500 یا 600 شاگرد در لیسه قابلبای قرطاسیه و بیک توزیع کنیم. جهان سپاس از کسایی که ما را کمک کردند و جا دارد که از برادر عزیز خود استاد اسدالله فهیم قدردانی کنم که ما را کمک کرده بودند تا ما این مساعدت برای برادرها و خواهرکای عزیز خود برسانیم. And also I would like to appreciate our brothers from Albania who has contributed in this donation. May Allah accept and rewards you accordingly. نرای مننه د خپل مور بیبي حاجي او رشاد جان چې موږ سره مرسته کړې ده. الله تاسو نه راضي وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.